امیرعلی با مام بزرگ رفیقی؟ بله خیلی بام رفیقم. بابا ننم عاشق اینه. خب پس یه چالش باهات دارم. چالشم اینه که مام بزرگت زنگ بزنی بگی که اون قدیما که اینترنت و گوشی نبود چجوری وقتتون رو میگذروندیم، ببینیم چی میگه. چشم. بهش زنگ بزن. آقا تا زنگ بزنه میخوام بهتون پیج تشریفات عروسی چکابک رو معرفی کنم برای مراسم‌های عروسی، نامزدی و عقد شما که قیمت منوهاشون متناسب به سلیقه و بودجه شماست. و اینکه اینم بگم مراسماتتون تو باغ امارات‌های مد نظرتون برگزار میکنن. از طرف منم برید این برای سال بهتون سفره عقد و پیانو هم هدیه میدم. برو تو کپشن. سلام مامان جون. سلام پسرم، چطوری؟ خوبی مادر؟ خوبم مرسی. مامان جون جونم. یه چیزی ذهن منو درگیر کرده. چی درگیر کرده مادر جون؟ قدیما که اینترنت و گوشی نبود شما چجوری وقتتون رو تو خونه میگذروندین؟ ما چجوری؟ آخه من چجوری برات توضیح بدم مادر؟ روزمون رو طی می‌کردیم دیگه. همین که برات 9 تا تایی 8 تا حالا آوردم. نه آی نه. شبا که ما رو زود میخوابوندی به خاطر این بود دیگه. آره